سلام عرض میکنم خدمت کلیه بینندگان عزیز و علاقمندان به ورزش جذاب و زیبای فوتبال. تب داغ بازی‌های جام جهانی 2008 در جریان هست و ما در خدمت شما هستیم با گزارش بازی تیم‌های منچستر یونایتد و رئال مادرید از سری مسابقات جام باشگاه‌های اروپا. اینجا در ورزشگاه سن سیروی ایتالیا در شهر روم قرار داریم و با آب و هوایی صاف و دلپذیر تیم‌های رئال مادرید و منچستر یونایتد اینک به مصاف یکدیگر می‌روند و الان 35,000 تماشاگر مشتاق رو می‌بینم که یک صدا تیم‌های مورد علاقه خودشون رو تشویق می‌کنن. البته طرفداران تیم رئال تقریباً 3/4 جمعیت رو تشکیل میدن و منچستر یونایتد فقط 1/4 تماشاگران رو به خودش اختصاص داده، چرا که به هر حال تیم مهمان هست. قضاوت بازی به عهده فرانسیس فوکویاما، داور ژاپنی اصل امریکایی هست که بسیار بسیار جزو داوران برگزیده تیم منتخب داوران هست و آلبرت سنسو و آلن فورست در واقع کمک های ایشون هستند که جزء تیم داوران در بازی های جام باشگاه های اروپا هم به حساب میاد. بازیکنان دو تیم همینک دارن وارد زمین میشن و تا دقایق دیگر بازی با سوت آقای فرانسیس فوکویاما به در واقع آغاز خواهد شد و ما به صورت مستقیم از شبکه 3 تلویزیون بازی رو برای شما گزارش میکنیم. دوستان اشاره میکنند که ظاهراً مشکلاتی در دریافت و ارسال اطلاعات وجود داره، بنابراین اگر احیانا صدای من رو با مشکل دریافت میکنید بدونید که به علت در واقع مشکلات ناشی از ارسال امواج هست که از در واقع کشور ایتالیا داره به سوی آسیا پخش میشه. بله چند نفر اینجا هستن که در اطراف نیمکت گزارشگران قدم میزنن و با راهنمایی نیروهای امنیتی استادیوم در واقع دور شدن و چند تا از این تماشاگر نماها هم به سمت داور 4م مسابقه در واقع اشیایی رو پرتاب کردن که تا اونجایی که من از اینجا تشخیص میدم یکیشون تخم مرغ و یکیشون گوجه فرنگی بود. ظاهرا اعتراض اونها بر این هست که آقای فرانسیس فوکویاما با در واقع داور این مسابقه با برنامه‌ای که به عنوان جنگ ستارگان با یک استراتژی که به عنوان استراتژی جنگ ستارگان هست و اون رو چند سال پیش 4 سال پیش در سال 2005 در واقع ارائه کرد به گروه نومحافظه‌کاران امریکا، ظاهرا اعتراض اونها بر این هست. به هر حال داوری این مسابقه به عهده ایشون هست و امیدواریم که این تماشاگر نماها سخت تنبیه بشن. به هر حال دیگه حس و حال ادامه گزارش نیست، این امواج هم کمی مشکل پیدا کرده، بنابراین اگر صدای من اگر با مشکل مواجه